حکمت حیات، مصیبت و خوشی‌های زندگی. روز پیرمرد با اسبش بود. ناگهان اسب پیرمرد فرار کرد. مردم گفتند چه مصیبت است؟ پیرمرد گفت از کجا می‌دانید؟ فردا اسب پیرمرد با چند اسب وحشی برگشت. مردم گفتند چه خوشبختی است؟ پیرمرد گفت از کجا می‌دانید؟ پسر پیرمرد از روی یکی از اسب‌ها افتاد و پایش شکست. مردم گفتند چه مصیبت است؟ پیرمرد گفت از کجا می‌دانید؟ فردایش مأموران دولت آمدند و تمام مردان جوان دهه را به جنگ بردند و جز پسر پیرمرد که پایش شکسته بود نبردند. مردم گفتند چه خوشبختی است؟ پس زندگی پر از مصیبت و خوشی‌های ظاهری است. شاید بدترین مصیبت‌های امروزمان مقدمه خوشی‌های فردایمان باشد. از کجا می‌دانید؟